به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز و زبان آموزان گرامی. درس 21 است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. الفبای زبان ترکی حرف پ. پاموک، 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 پخته. پتاتس، 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 پتاتس. پتاتس یعنی کارتوشکا یا سیب زمینی. پراسا، 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 معذرت، پراسا، پراسا، پراسا. پیاز، یک نمودی پیاز. پرتقال، 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 پرتقال یعنی افلسون. خب این بود درسی 21. تا درس‌های نوبتی. خدا نگهدار.